سلام رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. من روزی هستم و خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. یکی از بحثایی که همیشه بین پی سی پلیرها و کنسول پلیرها وجود داشته، بحث گرافیک و قدرت سخت افزاری اوناست. ویدیوی امروز در مورد پارت دوم معرفی بازیایی با گرافیک خیلی خفنه که در حال حاضر تو دسترسن و میتونید تجربهشون کنید. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید. دیگه چیزی نمونده 1000 تایی بشیم. بیشتر از اینم وقتتون رو نمیگیرم. برو بریم سراغ ویدیو. دیویژن 2 با اینکه تو واشنگتن ویران شده و آلوده به ویروس مرگبار جریان داره، اما یه بهشت تمام عیار برای طرفدارای بازی شوتر و مخصوصا نقش آفرینیه. شماره دوم بازی هم مثل نسخه اول از کیفیت بصری خوبی برخورداره، با این تفاوت که محیط عوض شده و به واسطه اون شاهد تغییراتی توی نورپردازی هستیم. نورپردازی نسخه دوم قطعاً زیباترین بخش گرافیک بصری اونو به خودش اختصاص میده و تو محیط سرسبز واشنگتن وقتی نور از لابلای درخت‌ها به سمت شخصیت بازی میتابه، شاهد یکی از چشم‌نوازترین لحظات در طول مراحل بازی هستیم. با وجود پیشرفت گرافیکی اندک نسبت به نسخه اول، این بازی تونسته به خوبی قدرت موتور گرافیکی اسنودراپ رو به تصویر بکشه. برای مثال با قدم زدن تو واشنگتن تو محیط‌های شهری، شاهد حرکت آشغال و گرد خاک تو هوا هستیم و یا وقتی بارون میباره، شاهد خیس شدن لباس بازیکن و ایجاد مه توی محیط شهر میشیم. با توجه به این جزئیات، جالبه بدونید که سیستم درخواستی این بازی خیلی هم وحشتناک نیست و احتمالاً کامپیوترهای خیلی زیادی از پس رندرش برمیان. شما برای اجرای این بازی با 60 فریم و رزولوشن 1080 نیاز به یک کارت گرافیک RX 580 یا GTX 1660 دارید. We are the Division. شاید تو نگاه اول حضور یه بازی با دوربین از نمای بالا به پایین توی این فهرست کمی عجیب به نظر برسه، اما The Ascent ساخته استودیوی مستقل سوئدی نیون جاینت به واسطه طراحی زیبای مراحل و نورپردازی فوق‌العاده چشمگیر خودش میتونه یکی از بهترین بازی‌های گرافیکی کامپیوتر لقب بگیره. اثری که شاید اگه سازندگانش یه کمی بیشتر روی رفع مشکلات و داستان پردازیش وقت می‌ذاشتن، میتونست در کنار سایبرپانک 2077 به یکی از بهترین بازی‌های سایبرپانکی چند سال اخیر تبدیل بشه. با این حال این بازی از سیستم مبارزات نفسگیر و طراحی مراحل بسیار زیبایی بهره میبره که در کنار کیفیت بالای فیزیک اجزای دنیای خودش، تجربه فراموش نکردنی و در اختیارتون قرار میده. نسخه سوم ریبوت مجموعه محبوب توم رایدر که با نام شادو آف توم رایدر عرضه شد، یه تغییر بزرگ تو تیم سازنده خودش دید، به نحوی که تو این نسخه استودیوی ایداس مونترال وظیفه ساخت بازی از سازنده دوتا نسخه قبلی یعنی کریستال داینامیک تحویل گرفت و اثری مملو از محیط‌های گرمسیری رو در اختیار بازیکن‌ها قرار داد. بازی شاید تو زمان عرضه به علت تغییرات عمده‌ای که تو بخش‌های گیم پلیش ایجاد کرده بود، چندان با استقبال خوب منتقدین روبرو نشد، اما نمیشه منکر این موضوع شد که این بازی با دنیای وسیع و جنگل‌های گرمسیری خودش میتونه توانایی عملکرد هر کارت گرافیکی رو به چالش بکشه. سازندگان بازی برای تجربه حداقلی اون کارت GTX 660 یا GTX 1050 رو پیشنهاد میدن، اما اگه بخواید بازی رو با تنظیمات گرافیکی بالاتر و بهتری تجربه کنید، باید به سراغ کارت GTX 1060 یا رادئون RX 480 برید. We need to end this. کال آف دیوتی ونگارد شاید توی زمان عرضش مثل نسخه قبلی با استقبال مخاطبا روبرو نشد، اما بازم دلیل نمیشه که این بازی توی فهرست پرفروشترین بازی هفتگی قرار نگیره. البته که زیبایی بصری ونگارد بیشتر به بخش کمپین و تک نفرش اختصاص داره و زمانی که صحبت از بخش چند نفره میشه، اوضاع یکم به هم میریزه. با این حال سازندگان بازی تو قسمت تک نفره به سراغ جنگ جهانی دوم رفتن و یکی از بهترین تجربه‌های گیم پلی و جلوه‌های بصری رو در اختیار بازیکن‌ها قرار دادن. بدون شک گرافیک بخش تک نفره بازی ونگارد یکی از زیباترین و چشم‌نوازترین تجربه‌هاییه که گیمرها تو سالهای اخیر باهاش روبرو شدن و همین موضوع باعث میشه که این بازی توی فهرست گرافیکی ترین بازی‌های کامپیوتری قرار بگیره. شما برای تجربه حداقلی کال آف دیوتی ونگارد باید از کارت گرافیکای رادئون RX 470 یا یه GTX 960 استفاده کنید و در صورتی که بخواید بازی رو 60 فریم اجرا کنید باید به سراغ کارت‌های GTX 1060 یا رادئون RX 570 برید.
world of assassination is on the brink. هیتمن 3 آخرین نسخه از مجموعه مخفیکاری هیتمنه که شاید بشه اونو بهترین بازی این مجموعه و یا بهترین بازی سبک مخفیکاری دونست. بازی شامل 6 تا مرحله است که 5 تای اونا تو محیطی جهانباز خیلی بزرگ رخ میدن. مراحل بازی هر کدوم به تنهایی از گستردگی خیلی بالایی توی جزئیات ریز و درشت برخورداره. از مرحله ابتدایی تو دبی گرفته تا یه عمارت اصیل بریتانیایی که توی هر کدوم از مکانهای اون به شکل همزمان یه اتفاق در حال رخ دادنه، از جمله بخشایی که سخت افزار هر کامپیوتری و توی رزولوشن های بالا میتونه به چالش بکشه. از دنیای رنگارنگ مراحل هیتمن 3 گرفته تا مراحل پرجزئیات اون از جمله دلایلی هستند که باعث شده این بازی توی فهرست بهترین بازی گرافیکی کامپیوتر قرار بگیره. جدیدترین نسخه از مجموعه فارکرای این بار بازیکن‌ها رو به یه جزیره خیالی توی دریای کارائیب به اسم یارا میبره که توسط یه رئیس جمهور دیکتاتور به نام آنتون کاسیو کنترل میشه. مثل بقیه نسخه‌های این مجموعه، شما تو بازی فارکرای 6 باید با کمک بقیه شخصیت‌های غیر قابل بازی علیه شخصیت منفی اصلی قیام کنید و با گشت و گذار تو محیط‌های مختلف و از بین بردن ایستگاه‌های نظامی منطقه کاسیلو و رژیمش رو نابود کنید. گیم پلی بازی روی گشت و گذار تو جزیره، تعامل با حیات وحش و مبارزات با سربازای دشمن تمرکز داره. در واقع مثل بقیه نسخه های این مجموعه، شما تو سرزمینی وسیع قرار میگیرید که تعداد بسیار زیادی ماموریت فرعی برای انجام دادن وجود داره. از تصرف ایسپازرسی و حمله به پایگاه دشمن گرفته تا استخراج اطلاعات مختلف از کامپیوترهای موجود تو بازی از گرافیک فنی خیلی خوبی برخورداره که بهتر از هر نسخه فارکرای دیگه تونسته این محیط جنگلی و شلوغ و برای مخاطبا به تصویر بکشه. برای اجرای بازی با نرخ فریم 60 و رزولوشن 1080 شما به کارت گرافیکای GTX 1080 یا رایزن 3600X نیاز دارید. اما اگه بخواید بازی رو با رزولوشن 4K تجربه کنید، حافظه کارت گرافیکی شما باید 16 گیگ باشه که در نتیجه باید به سراغ RTX 3090 برید. Postcard shorelines, dead-end towns, and our friendly capital city. بازی بعدی این لیست به جدیدترین نسخه از مجموعه فورزا یعنی فورزا هورایزن 5 اختصاص داره. شاید پیش خودتون بگید که بازی‌های سبک رانندگی معمولاً از کیفیت بالایی برخوردارن، چرا که اساساً رندر کردن جاده‌ها و خودرو منابع زیادی رو استفاده نمی‌کنه. اما خب بازی فورزا هورایزن 5 توی سطح دیگه از جلوه‌های بصری قرار داره. این بازی توی محیط واقع‌گرایانه گسترده از کشور مکزیک رخ میده که شامل جنگل‌ها، شهرها و بیابان‌هاییه که همه اونا طراحی فوق‌العاده‌ای دارن. در کنار جزئیات طراحی خودروهای این بازی و طراحی زیبای محیط‌های مختلف کشور مکزیک، نورپردازی خیلی زیبایی قرار میگیره که لذت تجربه رانندگی رو چند برابر میکنه. کارت گرافیک RX 470 GTX 970 حداقل سخت افزاریه که شما میتونید با کمک اون بازی فورزا هورایزن 5 رو روی سیستم خودتون اجرا کنید و در صورتی که بخواید بازی رو با رزولوشن و نرخ فریم بهتر تجربه کنید، باید به سراغ سخت افزار پیشنهادی سازندگان یعنی RX 590 و یا GTX 1070 برید.